در اسم الحکم الله سبحانه و تعالی در اینجا رسیدیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم اسم الحکم الله سبحانه و تعالی را چه قسم معرفی میکنه. اول رسول الله بسم الله الرحمن الرحیم، اول رسول الله صلی الله علیه و سلم معرفی میکنه که الله الحکم ذات با عظمت است که محاکمه فقط به حکم از میشه. امام بخاری رحمت الله علیه روایت میکنه عن ابن عباس رضی الله عنهما قال کان النبی صلی الله علیه و سلم امو دعای تهجد است و الیک حاکمت وزش که یعنی انسان به حکم الله سبحانه و تعالی و فیصله الله سبحانه و تعالی رجوع میکنه و یعنی فیصله دیگه. رسول الله صلی الله علیه و سلم همچنان که میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم مثل که ما شما در صفت الحکیم گفتیم که امو حدیث که بنی قریظه به حکم معاذ ابن جبل رضی الله سعد ابن معاذ رضی الله عنه برگشتن دیگه، وقتی که او فیصله کرد دیگه گفت قضایت به حکم الله، تو فیصله کردی مطابق حکم الله یعنی فیصله عادلانه کردی. سوم ذات با عظمتی که فیصله کننده می باشد و حکم به او بر می گردد. این مثل که در حدیث شریف ما شما خوانیم امو هانی وقتی که آمد دور مردم ابو الحکم میگفت، رسول الله صلی الله علیه و سلم برش فهماند که این لقب برات مناسب نیست، از این خاطر باز نام از را ابو شریح گذاشت، مثل که ما شما در صفت الحکیم الله سبحانه و تعالی ایره خواندیم. دیگه ذات با عظمتی که احکام تشریع را تعیین میکنه که هم با شما در صفت الحکیم الله خواندیم، و ذات با عظمتی که انسانهای عادل بر منابر نور قرار میده، این همه از اینا را ما شما در صفت الحکیم خواندیم، چون صفت الحکم با صفت الحکیم بسیار نزدیک است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.